صحبت می‌کردیم هفته‌های گذشته. امروز هم می‌خوام بهشون سلام بگم و عرض خوش آمد و خواهش می‌کنم که شما هم همراه ما باشید. این گفتگو قطعا برای شما جذابه. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمد. خیلی ممنون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت همه بینندگان عزیز. خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم. محمد تو امیدوارم مباحثی که مطرح میشه برای بینندگان عزیزمون مفید باشه. قطعا همینطوره. خوبی این بخش اینه که وقتی که آقای دکتر حضور پیدا میکنن میخوایم در مورد اصلاح لبخند صحبت بکنیم و این خیلی خوبه که در مورد لبخند و خندیدن میخوایم صحبت بکنیم. هفته گذشته یه سری صحبت‌ها کردیم آقای دکتر، اگر که امکانش هست در حد 30 ثانیه یه مقدمه کوتاه داشته باشیم اگر خاطرتون هست. بله. بعد وارد مباحث امروز بشیم. خواهش میکنم. طبق روالی که این مدت داشتیم ما مراحل اصلاح طرح لبخند رو داشتیم بحث می‌کردیم. قبلش اومدیم گفتیم چه مشکلاتی وجود داره، هر کدوم با مثال توضیح دادیم. دو نمونه از موارد بیمارایی که این درمان انجام شده بود و با عنوان دو تا کیس ما نشون دادیم. سر کیس سوم بودیم که وقت به ما اجازه نداد. حالا اگر بخواید من از ادامه اون داستان ادامه خواهم داد. با شما هستیم در خصوص طرح اصلاح لبخند که می‌دونم مبحثی که همه بینندگان علاقه‌مند هستن که گوش بدن، منم همینطور. خواهش می‌کنم. همونجور که بینندگان ان شاءالله که می‌بینن، بله. خدمت شما که عرض کنم ما نامرتبی بسیار شدید دندون‌ها رو اینجا داریم می‌بینیم و این نامرتبی در حدی هستش که دندون‌های نیش کاملا بیرون زده هستن. دندون‌های پیشین کناری اگه دقت بفرمایید هم کوچیک هستن هم داخل فک قرار گرفتن. یعنی ما نامرتبی خیلی شدیدی رو داریم می‌بینیم. جلسه پیش شروع این بحث رو من داشتم و این توضیح هم دادم که قطعا درمان اصلی یه همچین کیسی ارتودنسی هستش، ولی به هر علتی اگر نخوان این درمان انجام بشه و روش‌های سریع‌تری رو بخوان مد نظر داشته باشن، دندونپزشکی زیبایی میتونه کمک کننده باشه. کاری که انجام میشه برای این بیمار، ابتدا اگه دقت کنید ما لثه هامون خیلی کوتاه شده بود، یعنی قد دندون‌های شماره 2 نسبت به بقیه دندون‌ها خیلی قد کوتاهی بود. ما واسه اینکه یه هارمونی مناسبی رو ایجاد کنیم اول لثه ها رو با دستگاه الکتروسرجری حالا یا لیزر میتونه استفاده بشه، یه مقداری بردیم بالا و بعدش تراشی که برای لامینت لازم هست همون 6-7 میلیمتری که روی دندون ها و 1 میلیمتری که قد دندون ها، یعنی پشت دندون ها تراش نخورده، انجام میشه و لامینت ها روش نصب میشه. همین درمانی که توی 2 جلسه انجام میشه اگه دقت بکنید تأثیری که میتونه توی لبخند بیمار بذاره تأثیر بسیار زیادی هستش. یعنی اینقدر قابل اصلاح هست؟ بله بله. ببینید از من 2 جلسه که دندون اصلی که آسیب نمیرسونه خیلی. ببینید لامینت با دندون زیرش باند میشه. وقتی ما میگیم باند میشه یعنی اصطلاح چسبوندن رو استفاده نمیکنیم. اگر چسب استفاده بشه همیشه نگرانی این رو داریم که این چسب توی بزاق حل بشه. وقتی توی بزاق حل بشه ما یک گپ، یه شکافی بین پوسته چینیمون و دندون داریم. وقتی میگیم باند میشه مثل مراحل ترمیم همرنگ دندون که کامپوزیت با دندون باند میشه، یعنی ما هیچ درزی رو اون بین نداریم. و خدمت شما که عرض کنم به خاطر اینکه ما این باند رو داریم خیلی نگرانی از زیرش نداریم. البته کسی که کار لامینیت انجام میده حتما توصیه میشه چکاپ های منظم دندون پزشک رو داشته باشه که اگر مثل چی های دکتر؟ چکاپ که میگیم یعنی که مثلا بیمار 6 ماه یک بار مراجعه بکنه، ما فقط یه کنترل بکنیم. نکنید دندون وقتی که لامینیت هم نداره، وقتی پوسیدگی داره دندون های جلو، ما از رو پوسیدگی رو بر نمیداریم، از پشت از سمت سقف دهن این کارو میکنیم. تو لامینیت هم گفتیم پشت دندون ها اصلا دست نمیخوره. بنابراین با وجود لامینیت ما خیلی راحت اگه حتی دندون خود مریض دچار پوسیدگی بشه ما میتونیم ترمیم رو ایجاد کنیم. آقای دکتر تو کلینیک شما این چکاپ 6 ماه یک بار انجام میشه که مثلا بیمار مراجعه بکنن؟ جزء توصیه‌های اکید، جزء گارانتی شما؟ نه، جزء توصیه‌های اکیدیه که یعنی برای کسی که این کار انجام میدین حتما توصیه میکنین کار انجام بشه. انجام بشه. بله حتما خودت همین کار انجام میدید. بله. بسیار خوب. باز از نیمرخ همون بیمار رو دارید نگاه میکنید. ما میخوایم بگیم که اصلاح طرح لبخند تأثیری که میتونه توی صورت بیمار بذاره. اینجا جایی بود که دندون خیلی عقب‌تر از بقیه دندون ها بود و اگه دقت بکنید ما جای کافی هم برای بیرون آوردن این دندون نداریم. بنابراین قبل از کار ما اینو به مریض میگیم دندون بیرونتر میاد ولی از بقیه دندون ها باریکتر خواهد شد. چیزایی هستش که قبل از شروع کار ما میتونیم پیش بینی کنیم. پس دندون نسبت به بقیه باریک‌تره، ولی وقتی مقایسه کنیم از اون وضعیت به این وضعیت وقتی میرسه پس میگیم قابل قبول هستش. همین مریض من از پایین نشون میدم.
درسته. اون مقدار نامرتبی رو اینجا قشنگ میشه دیدش. اگه دقت بفرمایید بعد از اینکه تراش خورده، بعد از اینکه روش لامینیت گذاشته، لامینیت قسمت بالا سمت چپ تصویر رو اگه دقت کنید ببینید از کجا به کجا آورده دندون، یعنی یک لامینیت بسیار کلفت اونجا گذاشته شده و حالا با چسب مخصوصی که خیلی هم متکی به نور و اشعه لایت کیور نباشه، به خاطر اینکه ضخامت اونقدر اونجا زیاد هست که ما میدونیم لایت کیور به اونجا خوب نمیرسه. بنابراین با چسبای مخصوصی این استفاده شده تا در نهایت این کیس به نتیجه برسه. دکتر همرنگ شدن این دندون ها این کار خود دندون پزشک انجام میده که به مرور زمان باید اتفاق بیفته؟ نه، ببینید اصلاح کامل طرح لبخند شامل تمام دندون هایی میشه که توی لبخند مریض دیده میشه. مریض وقتی میخنده معمولا 10 تا دندون فک بالا یا 8 تا دندون دیده میشه. ما همه اینا رو میایم لامینیت. چی معلوم نمیشه دکتر؟ جان من خدا رو شکر چی معلوم نمیشه. خدمت شما عرض کنم که اگر این تعداد لامینیت هایی که تعداد دندون هایی که توی لبخند دیده میشه همگی لامینیت بشه، خب لامینیت از جنس پورسلن هست، چینی هستش. از نوعی استفاده میکنیم که همه اینا یک رنگ در بیاد. اما مریض یه موقع است که فقط نامرتبیش میخواد اصلاح شه، میگه من با رنگ دندونم مشکل ندارم. حالا مواردش شما نشون خواهیم داد. تو این جور مواقع ممکنه ما 4 تا دندون فقط لامینیت کنیم، ممکنه 2 تا دندون لامینیت بکنیم. اگر که نیاز یعنی مشکل با رنگ هم داشته باشه شما نداشته باشه. اگه مشکل با رنگ داشته باشه، فک بالا رو معمولا الان دقیقاً همینجوری که کیس رو می‌خوایم نشون بدیم، البته این کیس فقط سفید کردن هستش. ببینید ما با سفید کردن دندون توقعی که داریم این نمونه رنگی که من اونجا بغل اگه تو تصویر نشون بدن، نمونه رنگی که بغل دندون‌های مریض گذاشتیم این قبل از کار هستش. تقریباً یه رنگ هست با رنگ دندون‌های مریض. بعد از اینکه سفید کردیم ما حد اکثر یه همچین سفیدی رو با سفید کردن تنهایی بدون لامینیت، یعنی فقط دندون‌ها بلیچ شدن، یه همچین سفیدی رو بیشتر توقع نداریم. 6-7 درجه تا 10 درجه. توصیه دکترم بعد از این کار این بود که مثلا قهوه و چای بیشتر بخوره به خاطر اینکه همرنگ بشه دندون. چی همرنگ بشه؟ اینکه این لامینیت با بقیه دندون همرنگ بشه. یعنی کاری نمیشه کرد. میخوام خیلی تجربی بوده، خیلی علمی نبوده. نه ببینید رنگ، چون اکثرا نگرانش اینه دیگه، بالاخره یه موضوع زیباییه. الان بحثی که داریم صحبت می‌کنیم مثلا بحث لامینیت و سرامیک نیست. الان دندون خود مریضه. ما دندون خود مریض رو داریم بلیچ می‌کنیم، سفید می‌کنیم و توی مواردی که دندون‌ها مجاور هم دیگه باشه ما هیچ گونه اختلاف رنگی رو نمیتونیم قبول کنیم چون خودش رو خیلی نشون میده. ولی دندون‌های فک بالا پایین یه ذره اختلاف داشته باشن خیلی خودش رو نشون نمیده. الان این مورد اگه نگاه کنید این هم باز سفید کردن دندون رو نشون میده. دستگاهی هستش حالا یا با دستگاه ما میایم سفید میکنیم یا به صورت شیمیایی خودش سفید میشه. هیچ تفاوتی هم به اون شکل نداره، بیشتر بحث تبلیغاتی است. چه با لیزر، چه با دستگاه‌های حالا اسم من نمیخوام ببرم، با دستگاه‌های مختلف بخواد انجام بشه و چه به صورت شیمیایی خودشون با هم دیگه مخلوط بشه و فعال بشه، تو تأثیر خیلی کاری تأثیر زیادی نخواهد داشت تو اختلاف رنگ. اگه دقت بکنید این دندون ها قبل از اینکه ما سفید کنیم و بعد از اینکه سفید کردیم اختلافش با دندون های فک بالا مشخصه. دندون های بالا نامرتبه، اینو ما دیگه نمیایم سفید کنیم، اینو میایم لامینیت میکنیم. دندون های پایین رو اگه دقت کنید من سفید کردم، دندون های بالا رو لامینیت کردم. اختلاف رنگ وجود داره ولی خیلی توی ذوق نمیزنه. بین دندون های بالا و پایین یه اختلاف کوچیک اگر وجود داشته باشه خیلی ظاهر خراب نخواهد کردش. بعد مراعات بکنن توی عرض بکنم تغذیه‌شون یا اینکه خیر مثلا برای سفید کردن نه هم سفید کردن همین که وقتی لامینیت میکنن من توصیه که خودم سیب گاز نزنین اصلا من همیشه حرفی که به مریض میزنم میگم شما قرار نیست یک ویترین قشنگ درست کنید، قراره بتونید ازش استفاده هم بکنید. یعنی ما هیچ پرهیز غذایی برای کسی که کار لامینیت انجام میده نداریم. یعنی باید مراعات بکنن دیگه. تنها چیزی که توصیه میکنیم میگیم چیزی که برای دندون طبیعی بده. اگه قرار باشه با دندون طبیعی پسته و فندق رو بشکنی خب واسه دندون طبیعی بده، برای لامینیت هم قطعاً بد هستش. خب تنها پرهیزی که یک مریضی که کار زیبایی یا لامینیت انجام میده داره اینه که 6 ماه اول رو بهتر اینه که با نایت گارد بخوابه، یه وسیله‌ای تو دهنش بذاره بخوابه که ما مطمئن بشیم دندون‌ها به هم فشار نمیارن. فشاری که برای لامینیت قابل قبول نیست فشار دندون قروچه هستش. ما همه رو در نظر میگیریم دندون قروچه دارن و برای همه سعی میکنیم درمانش که همون نایت گارد هست رو در نظر بگیریم. بسیار خوب، دست شما در نکنه، خیلی ممنونم. خواهش می‌کنم. یک دقیقه فرصت داریم آقای دکتر، اگر که احساس میکنید که باید توضیح داده باشه. خواهش میکنم. مورد بعدی خدمت شما که عرض کنم اگر دقت بفرمایید
میخوایم مواردی رو نشون بدیم که درمان‌های زیبایی انجام شده ولی درمان‌ها مناسب نبودن. درمان‌هایی بوده که ایراد داشته. اگه توی تصویر دقت کنید لامینیت شده ولی تقارن رو ما اصلا نداریم. یک سمت کوچیک، یک سمت بزرگه و اون شفافیت و درخشندگی که ما از لامینیت توقع داریم رو کاملا مصنوعی نشون میده. همین بیمار لامینیت ها عوض شده. اگه دقت کنید تقارن رو ایجاد کردیم و سعی کردیم اون شفافیت لازم رو بهش برگردونیم. باز موردی از همین درمان‌های نامناسب که خدمتتون گفتم، کامپوزیت ونیر شده، یعنی یک لایه روی دندون قرار گرفته، منتها نه از جنس چینی، از جنس کامپوزیت. درمان بسیار خوبی هم هست، منتها اگه درست انجام نشه یک همچین مشکلی رو ایجاد میکنه. یعنی چه مشکلی؟ وقتی درست باند نشه با قسمت زیرش، حالت چیپینگ، لب پر شدن و تغییر رنگ رو ما خواهیم داشت توی درس ها. اگه دقت کنید هم تغییر رنگ داریم هم شکستگی کامپوزیت رو داریم. این رو باز میشه عوض کرد با درمانی که به هر حال مناسب تر هستش. چیزی که خیلی مهم هست اینه که ما بدونیم مریض چه انتظاری از درمان زیبایی داره. یک همچین موردی رو اگه دقت بکنید دندون نیش انقدر بیرون زده هستش و انقدر ما تحلیل لثه داریم که مریض نمیتونه توقع یک لبخند خیلی ایدئال رو داشته باشه. توی همچین مواقعی ما به صورت نسبی میگیم وضعیت رو بهتر میکنیم. اگه دقت کنید این قبل از کار هست و توی بعد از کار ببینید هنوز اون نیشی که الان تو تصویر سمت راست داره نشون داده میشه نسبت به بقیه هم بلندتر هم بزرگتره. ولی وقتی مقایسه میکنیم میگیم اگر از این وضعیت به این وضعیت برسه با وجودی که این تقارن 100% رو به ما نمیده ولی قابل قبول است. دست شما در نکنه، خیلی سپاسگزارم. ان شاءالله باز هم بتونیم در کنار شما باشیم و از این مباحث خوب استفاده بکنیم که همه مشتاقن که بشنون و بهش عمل بکنن تا اینکه وقتی خواستن به روی کسی لبخند بزنن این لبخند زیبا باشه. درود بر شما، خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. اما از شما خواهش می‌کنم که همچنان همراه و بیننده باشید. من از حضورتون مرخص میشم. سرکار خانم قهرمانی در کنار شما هستن. خواهش می‌کنم که همراهی بفرمایید. خانم مهر رو ارادت دارم، دوستتون